الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. سوال آمده است که آیا تکفیر بالعموم همه مردم را کردن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. ما یک چند بار در این باره صحبت کردیم و در کشف شبهات مرجئه ها که نسبت به اهل سنت این تهمت را میبندن جواب دادیم که تکفیر بالعموم درست نیست. ما تصور بکنیم اولا این مسئله چگونه مسئله است. این مسئله همچنین است که ما تصور میکنیم مثلا یک آدم بگوید که همه فلان منطقه کافر است، همه فلان منطقه همه اش کافر است. تکفیر بالعموم. چرا؟ میگد که شاید یکی از سبب‌ها این است که حاکم کافر است، همه محکوم هم همه جای زندگی کرده شده هم کافر است و همچنین همه رو تکفیر میکنند. ما میگیم که البته این منهج اهل سنت و الجماعت نیست، این منهج خوارجی است. منهج اهل سنت و الجماعت در باب تکفیر یک کس کافر گفتن یا نگفتن همین است که ما میگوییم هیچ کسی حق ندارد کسی را تکفیر بکند بجز همون کسی را که الله رسول تکفیر کرده باشد. یعنی ما همون وقت حق تکفیر داریم که الله و رسول یک کسی را تکفیر گفته باشد، یک کسی را تکفیر کرده و کافر گفته باشد. الله گفت کسی که به حکم غیر الله حکم میکند کافر است، ما میگیم که اینم کافر است. الله گفت کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی میکند کافر است، به تفصیلاتش ما هم میگیم که این کافر است. الله گفت کسی که قانون میبرد به مخالف قانون الله کافر است، ما میگیم که کافر است. الله گفت لشکری طاغوت است، لشکری کافرها کافر است، ما میگیم که لشکرها کافر است. الله گفت کسی که سجده به غیر الله میکند، نظر به غیر الله میکند، طواف به غیر الله میکند، عبادت رو به غیر الله میکند، اطاعت رو به غیر الله میکند، انقیاد و متابعت به غیر الله میکند، مشرک کافر است. ما میگیم که مشرک کافر است. اینها همه شرک اکبر و کفر اکبر است. الله گفت کسی که بی نماز است کافر است. رسول الله گفتن کسی که بی نماز است نماز ترک میکند کافر است. ما هم میگیم کسی که نماز ترک میکند زکات ترک میکند کافر است. از عمل صحابگان رضی الله عنهم اجماع رو دیدیم که تارک الصلات رو کافر گفتن. ما هم میگیم که تارک الصلات رو کافر است. اجماع کردن که تارک الزکات کافر است اگر ندهد. ما هم میگیم که تارک الزکات اگر ندهد، یک بار دو بار سه بار ندهد، کافر است. انا همین جایها ما دیدیم که الله گفت کسی که استهزا کند الله و رسول دین رو کافر است. الله و رسول گفت کسی که دشنام بدهد کافر است. ما هم میگیم الله و رسول کسی که دشنام بدهد کافر است. کسی که سخنی گوید که مخالف سخن الله باشد و الله و رسول تکذیب بکند کافر است. ما هم میگیم که این کافر است. کسی که بگوید که الله یعنی در بالای عرش نیست، کسی که در بالای عرش الله رو بگوید کافر است. بگوید بمانند این غلات مرجئه، بمانند این گمراهای علماهای تاجیک که بسیارش همچنین میگد که الله در بالای عرش نیست میگد و کسی که الله رو در بالای عرش بگوید کافر است میگد. ما میگیم که این سخن الله را دروغ شمرید، کافر است. معنای سخنش لازمی مذهبش همین است که سخن الله را دروغ شمرده است. از سبب همین مناط تکفیرش دروغ شمردن سخن الله کافر میشود. پس ما کی را تکفیر میکنیم؟ کسی که الله و رسول او را تکفیر کرده باشد و کسی که به همین عملها واقع شود تکفیر عین میکنیم و سخنهای علمایی که تکفیر عموم آمدگی در این مسئله تکفیر عین را دلالت میکند. و در این مسئله ما مخالفی خوارج ها و مخالف مرجئه هستیم. خوارج ها بالعموم تکفیر میکنند، ما مخالفین هستیم، مردم را بالعموم تکفیر نمیکنیم. کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد از این نامبر کرده ها ما او را تکفیر بالعین میکنیم. اما کسی که واقع نشد ظاهرا اسلام است و عملی اسلامی را میکند، ما از پنهانی او خبر نداریم، ما ظاهرا اسلامش را دیدیم، اسلام به حکم میکنیم. چخیلی که روایت صحیح از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه واقع شده است که میگویند ما در زمان پیامبر بودن از جانب الله یک کسی را کافر بودن یا نبودنش را میفهمیدیم، زیرا که الله خبر میداد باطن انسان را به واسطه پیامبر. اما بعد از وفات پیامبر نحکم بظاهری، به ظاهر انسان حکم میکنیم. اذا اظهر لنا الاسلام حکمناه باسلامه، اگر به ما اسلام را ظاهر کرد حکم به اسلامش میکنیم. و اذا اظهر لنا الكفر و الشرك حکمناه بکفر، اگر به ما کفر اکبر و شرک اکبر رو ظاهر کند حکم به کفر اکبر و شرک اکبرش کافر مشرکش میگیم، مرتدش میگیم. یعنی ما به ظاهر حکم میکنیم. اما مرجئه از جانب دیگر به ظاهر هم حکم نمیکنند. یک کسی که ظاهرش کفر اکبر و شرک اکبر رو کند هم نمیگند شاید این به همون کفر اکبر و شرک اکبرش عذر یعنی بگیم اجر بگیرد، و یکی از این مرجئه غلات میگه که شاید به کفر اکبر و شرک اکبر اجر میگیرد. البته ما اینها رو همه رو انکار میکنیم.
هم مرجئه ها رو انکار میکنیم، هم خوارج ها رو انکار میکنیم و منهج ما همین است که الله و رسول تکفیر کرده ها رو تکفیر میکنیم. ما انسان ها رو به ظاهرش عمل میکنیم، ما بالعموم سخن نمیکنیم. بارک الله فیکم. بالعموم همه فلان منطقه کافر است این چنین سخنی نیست، همه مردم کافر است این چنین سخنی رو ما نمیگیم. بارک الله فیکم.